برای یک ولسوالی تاریخی بوده که قصر ریاست جمهوری یا ارگ ریاست جمهوری در اینجا موقعیت داره. فابریکه سمنت، فابریکه برق، بسیار تاریخی ولسوالی است. شرکت افغان بیسیم هم تشکری میکنیم که اینا به جناب شاروار صاحب گام به گام و با کمک یکدیگر به شاروار صاحب مراجعه کردن و تا شد که این چوک غرفه‌اش توسط شرکت افغان بیسیم غرفه‌اش به پایه اکمال رسید. شرکت افغان بیسیم که این چیز از برای ما همیشه جور کرده چوک، ما افتخار میکنیم به سرشان. افغان بیسیم یا افغانی شرکت د افغانانو په لاس د افغانانو لپاره